خب اینجا کجاست آقا؟ سوله هستش که در اختیار پیمانکار هست. سگ‌های که سطح شهر هستن بعد از جمع‌آوری اینجا میان نگهداری میشن و دست آخر همینجا هم بحث معدوم سازیشون انجام میشه. مسئول اینجا کجاست؟ مسئول اینجا شهرداری بودم. رفته شهرداری یعنی؟ شهرداری بله. من همینجا اصحاب رسانه دعوت میکنم بازی سرداری از مجموعه بسیار. مدیریت پسماند آقای نجفی ایشون به ما اجازه دادن، گفتن هر زمان که مایل هست این دوربین رسانه بیاد اینجا سرزده بدونی که اطلاع قبلی باشه اینجا رو بررسی بکنه. الان مشکل اینجا چیه؟ بس اصلا کلا نحوه برخورد با این حیواناته که اصلا به نوع معدوم سازی همه اعتراض دارن. دستورالعملی هم که در توسط وزارت کشور تدوین شده درش صراحتاً اومده که حیوانات باید گرفته بشن، حیواناتی که قابل درمان هستن همه درمان بشن، واگذار بشن، فقط اون از دست حیواناتی که قابلیت درمان رو ندارن بعد معدوم بشن، اون هم به روش مرگ آرام. بحث مرگ با ترحم اینا چیه؟ مرگ با ترحم یعنی که حیوان بیهوش بشه بعد دارویی بهش تزریق بشه که در خواب بمیره. اصطلاح خوابوندن حیوانات رو توی ایران استفاده میکنن براش، در خارج از ایران بهش میگن یوتانایز. مرگ با ترحم برای هر قلاده سگی که اندازه اینا باشه چیزی هولوش 70,000 تومان هزینه بره. صحبت سر این بود که برای معدوم سازی هم میبایست قاعدتاً از روش‌های استفاده بشه که حیوان خیلی زجر نکشه، درسته؟ بله دقیقاً، ما هم عین همین مورد رو در واقع در اونجا انجام میشه. ما ابتدای بحث بیهوشی رو داریم، حتی دارویی که برای ایجاد آنفاکتوس در سگ قبلا در واقع در دستورالعمل اولیه ابلاغ شده بود چون خیلی گران قیمت بود، مکاتبه با وزارت کشور کردیم و گفتیم در واقع این به لحاظ اقتصادی خیلی هزینه بر هستش. داروی جایگزین رو معرفی کردن که قیمت تمام شده ما در بحث سگ‌های ولگر کاهش پیدا کنه که بر اساس همین متد و تزریق وریدی نزدیک به قلب انجام میشه که در واقع اون طول مدتی هم که حیوان در واقع میخواد جان بده رو به حداقل برسونه. و من این کارو نمیکنم. راههایی که استفاده میکنن یکیش تزریق مستقیم کتامین به قلب حیوانه. آره اینا همه کتامینه ولی احتمالا استفاده کردن براشون. کتامین چیه؟ داروی برای بیهوشی استفاده میکنن. واقعا حیوان واسش زجرآور این قضیه چون مستقیم میره از طریق پمپاژ خون قلب توی بدنش پخش میشه و تمام عروقش تقریبا منهدم میشه، حیوان خودش رو از درد گاز میگیره. نوشته بود که به خاطر اینکه از دارو بیهوشی استفاده نکنن مستقیما سرنگی گازوئیل وارد قلب حیوان میکنن. گازوئیل معمولی رو بله وارد قلب حیوان میکنن و حیوان 45 دقیقه طول میکشه تا جون بده. این معمولا برای مریضا وقتی که میخوان احیا کنن خب اینجکت میکنن تو قلبشون، ولی من نمیدونم برای حیونا الان اینو اینجا گذاشته احتمالاً میخوان چند بار استفاده کنن دیگه این سرنگا رو. بر اثر این فشاری که به قلبش وارد میشه و قلبش در حال انفجاره تمام گوشتا و موهای بدن خودشو میکنه تا بعد از 45 دقیقه جون بده. اما به نظر میرسه باز اون نظارت شهرداری به صورت ویژه بر اینجا نیاز هست، با توجه به اینکه خدای نکرده اگر که این سگ‌ها به صورتی غیر انسانی از بین برن تبعات بالاخره حداقل انسانی و شرعی خواهد داشت. به قطع یقین ما حتی جهت رفع نقیصه‌ای که در بحث پیمانکار داشتیم عرض کردم، چون پیمانکار رو ما در مرحله بعدی حتی اجازه شرکت در مناقصه هم ندادیم. بله این یکی که اینجاست که بله این لاشه است. کوچیکه اصلا اینم که گذاشتن تو نوبت برای مرگ. اینم که آمپولایی که دارن استفاده میکنن یه چیزایی که دارن میزنن به اینا که زودتر بمیرن. میزنن برای بیمارای تو قلب مستقیم میزنن. یه بار مصرف نه که احتمالاً اینجا گذاشتن که یک سری دیگه یا سرای دیگه ازش استفاده بکنن. سرنگ و این خود اینجا مشخص دیگه چه بهداشت اینجا دارن رعایت میشه. بعد اومدن یه مسئله رو مطرح کردن به نام مرگ با ترحم اتاق گاز. اتاق گازی تشکیل دادن که من نمیدونم البته کجای اینجاست. کابینت مانندی به ما نشون دادن گفتن احتمالاً این اتاق گازه. آره حالا احتمال داره. اونجا حیوان بعد 45 دقیقه طول میکشه تا حیوان بمیره. اما بحث اتاق گاز یک روش علمی هستش که در برخی از کشورها هم مورد اجرا گذاشته شده. ما به شکل پایلوت با دانشگاه دامپزشکی در واقع با یکی از اساتید طرح مطالعاتی رو داشتیم. یه اتاق گاز به شکل پایلوت ساخته شد، به مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت. مرگ با ترحم اتاق گاز که میگن یعنی اول حیوان بیهوش بشه بعد به اونجا انتقال بشه. اینا بیهوش نمیکنن، میذارن اونجا تا خفه بشه. همین مرگ با ترحم اینجا وجود نداره. کاملا هم علمی هستش، یعنی اصلا روشی نیست که بخوام بگیم به نوعی مغایر با در واقع دستورالعمل‌ها و مغایر با روش‌های علمی هست. اما به لحاظ اقتصادی همونطور که عرض شد این طرح پایلوت بود، با توجه به هزینه بر بودن طرح متوقف شد.
اگه ما میگیم مرگ آرام، پس این الان چه جور مرگ آرامیه؟ اگه میخوان مرگ آرام، اگه میخوان مرگ با ترحم انجام بدن، الان شما در این چه جوری الان میبینید مرگ آرام با ترحمو؟ حتی ما گزارشایی داریم که اینا توله میگیرن از اینا که بعدن اون توله ها رو به عنوان لاشه تحویل بدن، یعنی خودشون به توله کشی رو آوردن که بتونن پول بگیرن. مرگ آرام اینه که حیوانو بیهوش کنن، در حالت بیهوش اصلا زجرکشش نکنن، اینقدر زیر این برف و بارون و آب و همه چی نگهش ندارن بدون آب و غذا که تو مدفوع و ادرار خودش غلط بزنه، توله و بزرگ و کوچیک و مریض و نر و ماده. حالا من ندیدم اونجا رو، ولی به قطع یقین شما نظافت کف اون سوله سگ‌ها رو قطعا ملاحظه کردید که ببخشید با خیلی از شاید بگم جاهای دیگه قابل مقایسه نیستش. یعنی بحث نظافت رو حداقل این آثاری که از روز قبل به نوعی میتونست در واقع ایجاد آثار منفی داشته باشه اونجا قطعا ملاحظه فرمودید که وجود نداشت. به قول بعضی از رفقای اون سالهای قبل کلی مینکاری بوده اونجا، یعنی خیلی خرابکاری کرده بودن سگا اینجوری که ما دیدیم. عرض میکنم به هر حال حیوان روزانه کار انجام. عرض این که از دیروز به نظر میرسید که دوستان چک و خنثی اونجا عمل نکرده بودن. نه چی بودن؟ توله اینجا بود، مرده بود. بعد برداشته بردنش. خب الان میگیم توله اینجا افتاده، من اون چند وقت مرده، میگه کو توله، میگیم خب بردنش، این کارگر اشته بردش. اگر هفته پیش اومد، من هفته پیش اینجا نبودم که. بله چی پیدا شد؟ لاشه سگه اون داخل انداختن. آره. حتما گذاشتن اینجا که به عنوان غذا برای سگ بزرگه، مصرف دیگه نداره اونجا. ببخشید ناظر شهرداری کدوم یکی از آقایونن؟ ببخشید آقا شما از عوامل شهردارین؟ شما گفتن از عوامل شهردارین درسته؟ من اول باید کسب تکلیف کنم واقعیت. کسب تکلیف از کجا آقا؟ ولی؟ سازمان من. ما الان با خود آقای مهندس صحبت کردیم، ایشون البته جلسه هیئت مدیرن. چند لحظه ببخشید. ما اگه از وجودشون ناراحتیم میتونیم اینا رو عقیم کنیم، یعنی اینکه نکشیم، چون اجازه کشتن نداریم، ما نیافریدیمشون که بکشیمشون، ما فقط همینو داریم میگیم. در واقع این گله رو دارم، ما در شهری که پیشگام بوده در بحث اجرای حتی تدوین شرایط معدوم سازی سگ‌های ولگرد، به جای اینکه کمک بکنیم در این فرایند متاسفانه با انگیزه های خاص به دنبال حاشیه سازی هستن عده‌ای از دوستان. چه بسا در خیلی از شهرهای کشور در اخبار هم داشتید شما با شلیک گلوله که حتی منجر به آسیب رسیدن به شهروندان شده بود در یکی از شهرهای جنوبی کشور. اگر ناراحتیم از وجودشون کمشون کنیم، میخوایم کنترل جمعیت کنیم باید کمشون کنیم، فقط باید عقیمشون کنیم، هیچ راه دیگه ای نداره. این همه کشتن به کجا رسیدن؟ ما خودمون اینا رو کشیدیم تو محیط شهری، ما خودمون آوردیم اینا رو. وقتی که میره سگ نگهبان میشه، وقتی میره تو کارخونه نگهبانی میده، وقتی میره سگ گله میشه، پس ما به وجودشون نیاز داریم. پس چرا باید اینا رو بکشیم؟ چون اینا صداشون در نمیاد، زبون ندارن، هر بلای هر کی دلشون میخواد سر اینا در میاره. سامانه پیامک اختصاصی برنامه گزارش 5 به درخواست شما ایجاد شد. 30655. شما می توانید حوادث، جرائم یا مشکلاتی را که می بینید به شماره 30655 پیامک نمایید. این شماره را در تلفن همراه خود ذخیره کنید. ارتباط مستقیم و بی واسطه با برنامه گزارش 5. 30655. من تقاضا دارم از گزارش 5 یک کاری بکن این سراسری بشه، این موضوع عقیم سازی و طرح کنترل جمعیت سگا کلا در کشور یک طرح کلی بشه. یعنی اینکه تهران این اتفاق افتاده، تهران تو یکی از مناطق کوهستانیش با حمایت نهادهای مردمی و شهرداری دارن کار میکنن که حیونا رو میگیرن، واکسینه میکنن، قلاده میزنن روشون و مردم اطلاع میدن که حیوانایی که قلاده نارنجی دارن واکسینه شدن، برای شما آزاری ندارن، ناقل هیچ بیماری نیستن و شما میتونین فقط به اینا محبت بکنین چون اینا نیاز به محبت شما دارن. همین طرح ما میتونیم تو مشهد هم اجرا بکنیم. به نظر من طرح خوبی میتونه باشه. نهادهای مردمی شما میبینین این همه حامی حیوانات هستن، تازه اینا واقعا یه قسمت کوچیکی هستن. من واقعا بیشتر از این سراغ دارم. این طرح میتونن انجام بدم. این همه دامپزشک هستش، برای چی از اونها استفاده نمیکنن؟ دامپزشکار بیار، این هزینه‌ای که میخوان اینجا بکنن 350 میلیون سالانه بخوام بدن، میتونن هزینه رو بدن به دامپزشکا، اینا رو واکسینه بکنن. واکسن کلی اگه وارد بکنن هزینه‌اش خیلی
کمه عقیم سازی بکنن، قلاده بذارن، رهاسازی بکنن، چون ما حقی نداریم برای اینکه از اینا خوشمون نیاد، به خاطر اینکه سگ و گربه حیوانات بومی خاورمیانه هستن. خب ما این سگا رو میکشیم، کی جواب حاشیه شهری که گرگا بهش حمله میکنن و میده؟ وقتی سگای حاشیه شهر رو از بین میبریم، ما امنیت شهری خودمون رو داریم میاریم پایین با این کاری که انجام میدیم. ساعت دقیقاً 11 خیلی وقت ما اینجا صبر کردیم تا مسئول مربوط به این تاسیساتی که اینجا دیدین مراجعه بکنن و خدمتشون باشیم، توضیحات ایشون رو هم بشنویم، اما تا الان تشریف نیاوردن. چاره اینجوری که میفرمایید جز معدوم سازی سگ‌ها نیست. بر اساس ابلاغی هم که وزارت کشور به من در واقع ابلاغ کرده، دقیقاً بحث معدوم سازی رو اشاره کرده.